حتما شنیدین که یک نوع شکنجه‌ای در دنیا وجود داره که بهش میگن غرق مصنوعی یا به انگلیسی واتربوردینگ. در این شکنجه یک حوله میندازن رو صورتت و آب میریزن روی این حوله. کسی که زیر حوله است واقعا حس میکنه که داخل آبه و داره خفه میشه. در سال 2008 یک خبرنگار معروف آمریکایی به نام کریستوفر هیچینز اعلام کرد که چی میگین این غرق مصنوعی شکنجه است. این عمل اصلا شکنجه نیست، فقط ممکنه طرف رو بترسونه. من حاضرم جلوی دوربین منو شکنجه غرق مصنوعی کنید. دوربین و همه چی رو آماده میکنن، اینو میخوابوننش رو نیمکت، یک حوله میندازن رو صورتش و آب میریزن روش. آقای هیچنز که میگفت این شکنجه نیست، چند ثانیه بیشتر دوام نیاورد و وحشت زده از جاش بلند شد و گفت این یکی از بدترین شکنجه هاست و رفت در این مورد یک مقاله کامل نوشت و اعلام کرد غرق مصنوعی یکی از وحشتناکترین شکنجه هاست. به این میگن خبرنگار، خودش امتحان کرد و به اشتباهش اعتراف کرد.